بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، ما در حلقه گذشته درباره سعی و تلاش قریش برای استرداد مسلمان‌های هجرت کرده از حبشه صحبت کرده بودیم و اینکه این سعی و تلاش اینها نقش بر آب شد، نتوانستند مسلمان‌ها را استرداد کنند. و اینجا نقش جعفر ابن ابی طالب را گفتیم که خیلی یک دیپلماتی ورزیده بود و توانست که فکر و عقیده مسلمان‌ها را به طور درست و صحیح به شاه عادل حبشه رساند و با همین مسلمان ها با یک تنجو و آرامی در حبشه زندگی کردند. یاد داشته باشید ما در یکی از حلقات گذشته اشاره به اسلام عمر رضی الله عنه کردیم و گفتیم که به تفصیل تر در حلقه‌های آینده صحبت خواهیم کرد. این هم زمانش رسید. حالا ما درباره اسلام عمر بن الخطاب رضی الله عنه صحبت خواهیم کرد. موضوع ما سیره است، بله، اما ما اینجا یک برای چی اشارت به اسلام عمر میکنیم؟ چون که اسلام عمر پیامدهای زیادی داشت، تاثیرش بسیار تاثیری بزرگ بود. بنابراین به اشاره کردن به اسلام عمر ما نمیتونیم بعضی از جنبه های سیره را خوبتر درک کنیم. میتونم گفت که اسلام عمر یک بار نبود، بلکه چند حالت هایی بود که عمر را بعد اخیراً به اسلام آورد. ما صحیح ترین روایت چون که در صحیح سیره پیامبر علیه السلام آمده است، این روایت است که امام طبرانی روایت میکنند و میگه که من میگه یه روز بر اومدم، میگه عمر پیامبر میخواستم، میگه پیش از اسلام بود و رفتم، میگه در کعبه شبانه بود و پیامبر قرآن میخوند و هنگام قرآن خوانش یعنی که سوره الحق رو میخوند. الحاقه ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. قرآن میخوند. میگه که وقتی شنیدم گفتم این شعر است. وقتی این شعر است گفتم، بعد اونجا آیت انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. این سخنی پیامبر بزرگوار است. این سخنی هست که رسول کریم و با پیامبر علیه السلام آورده است. این شعر نیست. و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یعنی کمی از شما درک میکند این چیز را. گفتم احتمالی قول یگان کاهن و فالبین باشد. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. اینجا بود که این قول کاهن هم نیست، یعنی این قول الله تعالی هست. بعد عمر میگه که بعد از همین دل من مایل کرد به اسلام. استاد ابراهیم علی میگن که این صحیح ترین روایت در اسلام عمر بن الخطاب است. گرچه که مشهورترین روایت این است که عمر بن الخطاب نیت قتل پیامبر داشت، لیکن در به خانه خواهرش در اومد، با خواهرش بخورد، دید که خواهرش مسلمان شده است و شوهر خواهرش یعنی یزنش نیز مسلمان شده است. اونها رو میزند. بعد از اونجا سوره طه رو یک در ورقه بود اونجا میخوند و غیر. این روایت نیز مشهور است، اما روایت صحیح تر اون روایتی که گفتیم که عمر بن الخطاب به قرآن استماع میکرد، گوش میداد و از اون تاثیر میگرفت و اخیراً به ایمان آورده رسونید. ایمان عمر گفتم یک چیز بسیار تاثیرآور بود. وقتی که عمر بن الخطاب ایمان آورد و به همون خانه که خانه ارقم مشهور، ما گفته بودیم که خانه ارقم مکتب اول اسلام است و یک ستاد پیامبر بود. وقتی که عمر بن الخطاب در را میکوبد، کدام مسلمان از زیه در میبیند، میگه که از شکافی در میگه که هی عمر آمده است. یعنی یک خانه رو یک وهم میگیره بعضش میگه که عمر برای چه اومده باشد. بعد حمزه که 3 روز پیش از عمر اسلام آورده بود، میگه که بیاید عمر، به نیکی اومده باشد به نیکی استقبال میکنیم، به بدی باشد ما هم قوت داریم، نیرو داریم، به بدی استقبالش میکنیم. چون که عمر خیلی که در اون روایت آمده است در گردنش شمشیر کشید. میگه که وقتی که عمر میدراد به همون اتاقی که پیامبر علیه السلام نشسته بودن، پیامبر میاند و از همون گریبانش میکشند، میگن که هی بچه خطاب تو توکه این خیل میگردی، شرط است که در حق تو هم آیت نازل شود، شرط است که رنگ ابولهب تو هم شرمنده شوی تا روز قیامت نومت در قرآن به بدی ماند. با عمر میگه که ما اومدم خودش برای مسلمان شدن، اومدم تا اینکه گواهی دهم که خدای جز الله تعالی نیست و تو محمد علیه السلام تو پیامبر خدا هستی. میگن که پیامبرشون به احساسات درست گفتن که الله اکبر، تکبیر زدن. دیگر مسلمانان نعره تکبیر دادن، دیگر خانه با تکبیر دادن و صدای تکبیر به لرزش در آمد. ببینید چه خیل یک شخصی بود که عمر، یک شخصی بود که
نمیتونست خاموش نشیند. اولین کاری که کرد از اولین قدم میخواد فعالیت کند. گفت الستنا علی الحق یا رسول الله، ای پیامبر ما در راه حق هستیم. گفتم بله. الیس هم علی باطل، این قریشای مشرک باطل نیستن؟ باطل هستن. و گفت ففیم الاختفاء، این طور باشه برای چی اینو پنهان بشنیم؟ برایم دیگر اعلام کنیم، برایم دیگر عبادت خدا آشکار کنیم، اسلام خدا آشکار کنیم. باز بعد میگن که مسلمانان دو صف شدن، در یک صف عمر، در یک صف حمزه. برآمدن. میتون گفت که اولین یک نمود تظاهراتی بود که اونها با این میخواستن که حق خود در عبادت، حق خود در آزادانه عبادت کردن در اطراف کعبه رو طلب کنن. و برآمدن و آزادانه گفتن که ما میخوایم که مثل شما آزادانه عبادت کنیم. و در حقیقت هم چه خیلی گفتیم اسلامش پیامدهای زیاده داشت. دیگر مسلمان ها آزادانه نمازخوانی را سر کردن در اطراف کعبه، آزادانه قرآن خواندن را سر کردن. بعضی مسلمان هایی که اسلام خود پنهان می داشتن دیگر آزادانه اسلام خود آشکار کردن شدن، آشکار هم کردن. یک نکته لطیف دیگری از اسلام عمر این است که عمر بن الخطاب انسان جریء بود، نیرومند بود، ناترس بود، جسور بود، شجاعتمند بود. وقتی اسلام آورد، این پسرشون ابن عمر نقل میکنه عبدالله، میگه که گفت که همین قریش بینش گفت از همه انسانی خبرکش، از همه انسانی گپکش کی است؟ گفتن که جمیل ابن معمر جمحی است. میگه که عمر بعد از اسلام آوردن راست خانه همون جمیل رفت و نزد جمیل رفت و گفت من مسلمان شدم. یعنی این جمیل بهتون گفت که مثل یک آژانسی بود، مثل اگینست مثلا گفتم ایتارتاس باشد یا اینکه اینترفکس باشد، به همین شکل مونم. وقتی عمر گفت که جمیل من مسلمان شدم، این اینترفکس اون زمان به درجه سراسمی شد که خبر برای دیگر رو رساند. میگن که کوچه مراد حالا یک آستین دیگری جامعشون انداخته، دوان پاهاش کشال، بعضی کفشاش هم از پاش برآمدگی است، دوان میخواست به سوی کعبه رود و اونجا اعلام کند. ببینید ما گفتیم نقش رسانه چگونه مهم است، چگونه وسایل اخبار عامه در توجیه فکر مردم مهم است. وقتی که جمیل بن معمر آمد و گفت که ای قریش، عمر هم از قفاش آمده شده است، ای قریشیا، عمر از دین گشت است. عمر که به عبر سبعه میگفتن یک نوع تحقیر بود. عمر گفت دروغ نگو، من مسلمان شدم. گفت لقد اسلمت. ببینید یعنی همون رسانه ها از اول عباره های تحقیر آمیز رو نسبت مسلمان استفاده می‌بردن. اینجا کلمه سبعه رو استفاده برد، یعنی همون بینش خودش را میخواهد بالای مردم بار کنه. لیکن عمر او رو در جایش تصحیح کرد و گفت من اسلام آوردم. خب بعد اینکه عمر اسلام آورد، تاثیرش در مکه زیاد شد و اسلام حمزه نیز باز نیرو بخشید. چه خیلی گفتیم قریش دیگر حیران شدن. عتبه بن ربیعه اومد و به همون جنایتکارای کلان مکه گفت باید پیش روی محمد گیریم و من یک چند پیشنهاد دارم، اگر شما راضی باشید من پیش محمد میروم، این پیشنهاد خودم میکنم، اگر محمد قبول کرد دیگر همه اینجا آرام خواهد بود. عتبه بن ربیعه نزد پیامبر علیه السلام اومد و به واره گرم سلام علیک کرد، پرسپاس کرد. بعد دیگر گفت محمد ما تو رو احترام میکنیم، ما تو رو دوست میداریم، مکان و منزل تو رو حفظ میکنیم، تو انسانی بزرگ هستی، از قبیله بزرگ، فرزندای انسانی بزرگ هستی. یعنی که کمتر ماربازی کرد، برای به اصطلاح گیم پیامبر به خودش کمتر مایل کردن. اما گفت با وجود که تو اینقدر انسانی بزرگی و ما به تو احترام داریم، تو یک کاری رو کردی که قبیله ما رو تقسیم کردی. اینجا دیگر مردمی گویم که یک توپاره شدن که شما ما دیگر مشرک شدیم و دیگر خداهای ما رو تهمت کردید و گذشتگان ما رو تهمت کردید و غیر سخن رو گفت و آهسته ببینید چه خیلی جنگ روانی رفته رسید، آهسته به پیغمبر تهدید شروع کرد. گفت که تو میدونی که میتونیم به اصطلاح امروزی بگیم که تو یک شخصی هستی که یک اتحادیه و تشکیلاتی افراطی رو راهبری میکنی. نیتی تو گفت ناآرام ساختن تنجوی آرامی دولت مکه هست. نیتی تو گفت در اطراف خودت یک چند انسان رو توپ کرده، یک اتحادی جنایتی تشکیل کردن است و نیتی تو
صادر نمودن جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین هست. و اینچنین گفت تو یک شخصی هستی که کینه و عداوت دینی برانگیخته گفت بین مردم گفت مسلمان و با غیر مسلمان تقسیم کرده گفت و گفت این کاراتو با یک شکل عمومی با یک شکلی مرتب و برنامه ریزی شده و گویم که به طور حاضر گویم مدرنش رسانه‌ای مردم رو به دین خودت دعوت کرد سوری آشکار. این تهدید بود. بعد گفت هم تو گفت زن و بچه داری، خیشتبار داری، قبیله داری، این و اون داری، یعنی با این خواست باز پیامبر رو به خودش مایل کنن. ببینید چقدر اسلوب ماربازانه. از اول احترام کرد، بعد از اون تهدید کرد که تو فلان کارا رو کرده استادی، تو اتحادیه جنایتی داری، فلان داری، بسمدان داری. بعد از اون اومد باز چی گفت؟ خیلی زن و بچه داری، خیلی یک فکر کن. بعد گفت که من این پیشنهادی که من میکنم اگر قبول نکردی همون تهمتایی که گفتم کو تو مثلا مکه ناآرام کرده ایستاده‌ای، تو مرتکب جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین شده ایستاده‌ای، تو اتحادیه جنایتی تشکیل کرده‌ای و غیره. پیامبر نیز وقتی این سخن رو شنیدن درک کردن ایستادن که یک جنگی روانی هست، میخواد از جهت روانی و پسیکولوژی پیامبر دیگر هم ترساند به این تهدیداش، هم با خودش به اون سخن‌های ملایمش مایل کند. گفتن خیلی بفرما کوشونه ببین. ما این قصه رو گفته بودیم اما اشاره کوتاهی بود در اطرافش درباره وسیله های پیشگیری قریش بود. بعد عتبه گفت اگر گفت برای تو مال باشد، گفت ما تمام مال قریش جمع میکنیم برای تو میتیم. گفت تو فقط کار نکن، به اصطلاح امروزه گفت بخوب بگرد. اگر شرف و آبرو خواهی ما گفت یگان قراری را بدون مشورت با تو قبول نخواهیم کرد. هر قبیله بوجدون که هر قبیله مکه یک مملکتی مستقل حساب میشد، حکومتی متمرکزانیده نداشت، هر یکتی اون با تو خواهد مصلحت کرد پیش دون که قراری قبول کنه. چی گونه قرار نمیشه، خواه سیاسی باشه، خواه اجتماعی باشه، خواه اقتصادی باشه. سیم گفت بین دینش بسیار خطرناکتر است. گفت که خواهی گفت برای ما پادشاه شو. یعنی یک قبیله‌ای که در عمری خودش پادشاهی نداشت یکمین پادشاهی در تاریخ اون قبیله خواهد بود. یعنی میتونم که یک پیشنهادی بسیار چی هست مغری هست، انسان بسیار از عقیدش گردوندنش ممکن است، چون ما یکمین پادشاه در تاریخ همچون پادشاه یکمین مکه خواهد دارم. خواهی گفت برای من پادشاه شو. بعد چهارم پیشنهاد کرد این به انتظامی به آدابی و احمقیش دلالت میکرد این عتبه رو. باز اون ترس بذار اگر مبادا گفت اگر همون جنیه که تو به تو میآید اگر جنی باشد و تو از وی خلاص شده نتونستی ایستاده باشی، خواهی گفت ما برای تو گفت جنخون میاریم، جادوگر میاریم، کاهن میاریم تو اینکه تو رو معالجه کنیم. بشاید گفت به امروز اصطلاح یعنی که به همون وقت گفت که ما برای تو شاید طبیب ها رو از ویزانته بیاریم، از فارس در کار باشه طبیب میاریم، از هند میاریم، از حبشه میاریم، از چین میاریم تو اینکه تو رو از همین جنی خلاص کنیم، از همین اگر کسلی روحی باشد و روانی باشد ما تو رو از این چیز خلاص میکنیم. یه نبودم تحقیرم بود پیامبر علیه السلام. این پیشنهادهای خود چه کرد؟ پیامبر آرام شنیدن، بعد گفتن که خلاص کرده ابوالولید. بله. بعد گفتن اکنون شنو. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یعنی سوره فصلت شروع کردن. گفتن کتابی است که آیاتش به تفصیل آمده است، از طرف الله تعالی هست، شاید که عقل شما رو به حرکت درآورد. وقتی که پیامبر این سوره رو میخوندن، آیات میخوندن، سوره احساس ولید رو زیر تاثیر خود گذاشت، تسخیر کرد احساسات رو که عقل و هوش و مغز ولیدت به خود تسخیر کرد و ولید دیگر میشش دلاش میزدن از تاثیر وقعی آیات بالای. بعد وقتی که پیامبر آیت فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود، اگر اینو باز رو گرداندن، باز رو تفتند، پس اونها رو بیم ده، پس اونها رو بترسان از عذاب الهی که در قوم چخری که در عاد و ثمود آمده بود. مگه ولید چنان ترسی گفت که التماس ای محمد خب کن. بعد روایت میگه دستش برد دهان پیامبر گفت بس
او ما خشتباریم، ما هم قبیله هستیم، ما خشتباری داری، نخود بالای ما عذاب الهی فراری. میگن که همین گپ رو گفت و گریخ به سوی قوم خودش رفت. یعنی گویا که بالاش حاضر عذاب الهی میفرد. چون قرآن به او تاثیر و چون قرآن احساس او رو تسخیر کرد که ترسید که حاضر خودش عذاب بالاش میفرد. میتون گفت که این گفت و شنید نیست با بنبست روبرو شد، نتونست نتیجه دهد. دیگر برادر عزیز، مکه به یک بحران سیاسی آمده رسید. اینجا مشرکا از مسلمان ها میترسیدن، چون که دیگر عمر بود، حمزه بود، نیرو گرفتن، آشکارا عبادت کردن، در اطراف کعبه عبادت کردن، دعوتشون یک نمود نیم آزادی بود. و از طرف دیگر مسلمان ها، یعنی که ابو طالب از مشرکا خوف داشت که اونها به جان پیامبر قصد نکنند. بنابراین قبیله بنی هاشم و بنی مطلب را جمع کرد. ما این درباره یکی از وسیله ها این تحریم اقتصادی بود در اونجا اشاره کرده بودم، اینجا نیز بعض اشاره های باید خواهیم کرد. بعد اونها را جمع کرد، گفت که باید محمد را حمایت کنیم، زیرا که اینها محمد به حال خودش نخواهند گذاشت. و در همون شعب، یعنی که دره ابو طالب، بنی مطلب و بنی هاشم جمع شدند تا اینکه پیامبر حمایت کنند. از عجایبش این است که کافر و مسلمانش موافقت کردند، چون که کافرش گفتند که ما از جهت حمیت قبیلوی، از جهت قاعده و عرف‌های قبیلوی باید همخون خودمان، هم قبیله خودمان رو حمایت کنیم. بنابراین همراه مسلمانان نیز آنها نیز درآمدند تا اینکه از پیامبر دفاع کنند. نه بین جان خودشون، جان زناشون، جان فرزندانشون به خطر گذاشتند. گرچه که کافر بودند، فقط برای خاطر همون عرف و عادت قبیلوی خودشون. مشرکا وقتی شنیدن که ابو طالب بنی مطلب و بنی هاشم جمع کرده است و قرار کرده است که در شب جمع شود و اونها وقتی که یک بستگی و هم بستگی اونها رو دیدند، چون که مشرکا طلب میکردن که ابو طالب محمد رو برای ما ده، ما برای تو هر چی رو خواهیم داد. ابو طالب گفت نه، ما گفت محمد برای تو نمیدیم. یعنی اصلا اینجا که اون عباره همه برای یک کس برای همه. گفت ما به تو محمد رو نمیسپاریم. کی گفت ما محمد برای شما میسپاریم؟ خب یعنی میگفتن که یا محمد میسپاری یا که همتون زن و مرد و پیر و جوان و کودک و همه شما زیر تحریم اقتصادی میرن. و اینا جمع شدن. در حقیقت یک گویم که نشستی غیر نوبتی پارلمان مکه جمع شد. دعوت عاجلی بود، همشون اومدن نشستن، قرار قبول کردن که بنی هاشم و بنی مطلب باید هم محاصره اقتصادی شوند، هم محاصره اجتماعی شوند، هم محاصره روانی شوند. یعنی که سه نمود محاصره رو بالای اونها روا دیدن. محاصره اقتصادی گفتن که با اونها خرید و فروش و داد و گرفت کردن ممکن نیست. روانی گفتن که کسی اونها رو نباید جای دهد، کسی به اونها پناهگاه دهد، همراه اونها جنایتکار حساب میشود و همراه اونها جزا خواهد دید. محاصره اجتماعی باشه، گفتن که با اونها نکاح نکنه، داد و گرفت نکنه، نه دختر تین نه دختر گیری از اونها. یعنی باید همین شکل کتی اونها عذاب کشند و نابود شمارند. و به همین منوال دوستای عزیز، از محرم سال هفتم بعثت تا محرم سال دهم بعثت 3 سال بنی هاشم و بنی مطلب، مسلمانش و کافراش، همگی برای دفاع از پیامبر ایستادگی کردند و عذاب و شکنجه دیدند. پس دوستو این حصار نیز برداشته شد. ما جانب از قصهش رو در حلقه گذشته، یعنی که پیش از گذشته اشاره کردم. وقتی که حصار برداشته شد، ابو طالب اون 80 ساله بود، برآمد از حصار 80 ساله هست. مرگش هم نزدیک شده است. دیگر اون حصار ابو طالب تمام کرده بود، ادا کرده بود. دیگر گشنگی که در طول 3 سال کشیدند و دیگر انسان پیر بود. قریش‌ها دیگر کم کم حمیتی اونها بلند شد و بعد گفتن که آخه عیب است، مردم آیا شاید گن که ابو طالب وقتی اگر به همین حالت وفات کنه و ما محمد رو نابود کنیم، احتمال دیگر قبیله ها میگن که اینو موسفید حرمت نکردن، بعد از موسفید مردن جینش کشتن. بیاید بار دیگر از ابو طالب میخوایم که تا اینکه محمد رو برای ما دهد، یا اینکه تا اینکه یک حل میانه یا بیم پیشون که ابو طالب وفات کنه و بالی ما یگان عار نآید. 25 نفر ببینید مکه چه خیلی هیئت‌های گفت و شنید و هیئت‌های اون رو تشکیل میکرد و یعنی که یک میخواست که یک راهی میانه رو چکند پیدا کند تا اینکه از اسلام پیشگیری کند. آمدن به ابو طالب گفتن که ای ابو طالب، بگذار محمد عبادت کند، بگذار محمد طواف کند، بگذار قرآن خواند، بگذار دیگر کارهای
مراسم‌های دینی خودش ادا کنه، لیکن به دیگران کاردار نشود، دیگران رو به دین خدایش دعوت نکنند. یعنی به اصطلاح گوییم که میخواستن که دین رو فقط در مسجد محصور کنند. یعنی دین فقط در داخل مسجد است، از مسجد که یک قدم برآمد دیگر دین به فعالیت دخالت نداره. یعنی میتونم گفت که دین رو از دنیا جدا کردن. حالا اینکه این دین آمده است اینکه دنیا رو به ترتیب داره، دنیا رو به یک چارچوبه معین درآورد. یعنی که همه جنبه‌های حیات انسان رو دین در بر گرفته است. چه خیلی میشه که مسلمان فقط در مسجد مسلمان باشه و از مسجد بیرون دیگر دین خودش در مسجد گذاشته رود. یعنی طلب اونها همین بود، مغز طلبی هم 25 نفری که آمدن، ابو جهل و ابو سفیان و دیگر بزرگای مکه، همین بود که محمد دعوتش کند. ببینید چه خیلی کفر و قفا رفتن. او در گفته شنوده اول گفتن که دو دعوت بس کن، دیگر این کارو نکن تو، اما این گفتن که میلش دعوت کن. یعنی یک قدم قفا زدن، ولی دین خود دعوت کردن که تو آشکار، لیکن دیگرای به دین خود دعوت نکن. ابو طالب هم پیش پیامبر علیه السلام اومد و گفت که محمد خیلی جنگ، خیلی دیگه منم مصفت شدم، نمیدونم چند روزم باقی مانده است. این قوم اومدن پیش منم میخواد پیشنهاد دارن که خیلی خودت نماز بخوان، پیروات هم نماز خونه، لیکن به دیگران کاردار نشه، دیگرای دعوت نکنه. باید دینتون دینی چه باشد، خاموش باشد که هیچ کس به هیچ کس کارش نه، امر معروف نیست، نهی منکر نیست، از دست یک انسانی کور گرفتن نیست، انسانی نادان و نصیحت کردن نیست، هر کی خودش خودش دونه. پیامبر علیه السلام گفتن که عمک جان، ما از اون چیز طلب ندارم، یک کلمه، فقط یک کلمه است که اگر اون کلمه رو گفتن عرب و عجم زیر اطاعت آنها خواهد. ابو طالب رفت به اون هیئت نمایندگی قریش گفت که میگه که یک کلمه گوی خلاص دیگه چیز لازم نیست. یک گفتن یک کلمه، 10 کلمه میگیم ما، یک کلمه اون طرف است 10 کلمه میگیم برای محمد. پیامبر آمدن علیه السلام گفتن که قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله گوی. هو ابو جهل لعین گفت که با همون کارات، با همون گپات تو، یعنی ما این چیز قبول ندارم، تو چه خیل یک چند خدا رو 500 300 تا خدا داریم، ما چه خیل برای یک خدا می قبول نکرد. به همین دیگر این هیئت نمایندگی رفتند و این گفتشنید نیست و بنبست رو برو شد به نتیجه مون. با همین اکتفا میکنیم دوستان عزیز و ان شاء الله تعالی در حلقه آینده درباره عام الحزن صحبت خواهیم کرد، درباره سال غمگینی و درباره ان شاء الله معراج و اسراء صحبت خواهیم کرد. شما رو در پناه الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.